من آقای اهتمامی به علم و دانش است. من متاسفم از این که بعضی از خانمای ما از علم و دانش در فعلا محروم شده است. امیدواریم که امارت اسلامی در این رابطه تجدید نظر بکنه. چرا؟ به خاطر که پیامبر فرمود اطلب العلم من المهد الی اللحد، طلب العلم فریضة علی کل مسلم. حالا بعضی ممکنه بگه مسلمه نداره، مسلم اسم جنس است، شامل مرد زن می شود. اگر خواسته باشید توضیح بیشتر بدید، طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمه. علم نیست جنس است، نمیخواد دیگه تنها علم فقه، نمیخواد دیگه تنها علم اصول که در حوزات علمیه مطرح است، همه علوم رو قرار میده. علم ریاضی، علم طب، ستاره شناسی، زمین شناسی، هر چی داری همه علوم مال اسلام است. اولین مشرف علم و دانش در طول تاریخ بشریت پیامبر بزرگوار اسلام بوده است و ائمه معصومین ما بوده است که می‌فرماید اطلب العلم ولو بالسین، ولو به چین و هم باشد دنبال علم و دانش باید بروید. چرا؟ بعضی‌ها میگویند ممکنه که مثلا علم آن است که به درد زندگی ما میخورد. مثلا فرض کنید که وسایل زندگی مادی ما را فراهم میکند، اسلام او را نفی نمیکند، تشویق میکند، باری کلا بهش میگوید. ولی اون چیزی که مهم است علم دین است. علم دین است یعنی فقه اسلامی، یعنی بصیرت و آگاهی دینی. اگر ما بصیرت و آگاهی دینی نداشته باشیم به والله به کمال مقصود نمیرسیم. یعنی با اون هدفی که اول از فرزن که انسان برای تقرب به خدا فرستاده شده است، اگر ما علم فقه را نداشته باشیم، وظیفه خودمان را نشناسیم و مثلا تعامل با خود بچه و با جامعه رو نفهمیم، کمال لازم درک نمی‌کنیم. پس علم فقه اعلاترین علم خواهد بود. ولیزا امیر المؤمنین می‌فرمود العلم ثلاثه، الفقه للادیان، فقه برای ادیان است، فقه للابدان و نحو لللیسان است. نحوی خود به خاطر که مردم خود بتونه حرف بزنن، ادبی صحبت بکنن، غلط صحبت نکنن، اشتباه صحبت نکنن. همه اینها از نظر اسلام همه علومی است که پذیرفته شده است. بنابراین من از همه معلمان عزیزم، از آنانی که وظیفه اونها وظیفه انبیا در مرحله اول تربیت شاگردانش است. تربیت بر اساس چی؟ بر اساس معیارهای دین، بر اساس ضوابط دین باید اول اونها را تربیت بکند و آموزش دیدن، بعد یذکر علوم را برای اونها آموزش دیدن. ولذا می‌فرماید که وظیفه معلمین وظیفه انبیا. فرق نمی‌کند چی یک معلمی در دستگاه دولتی باشد، چی یک معلمی در حوزات علمیه باشد، وظیفه یکسان است. همین وظیفه داریم. منتها نصف برق یک صفحه برق طور صفحه برق دیگر طور دیگر است. ما دو تا صفحه از یک برقیم. بنابراین بنده از همه عزیزانی که در این هنگام ما فرصت پیدا کردیم به این افتخار رو پیدا کردیم که در محضر شما باشیم، خاضعانه خواهش میکنم مدارس دولتی ما برای خود بودجه دارد، هزینه دارد. این حوزه علمیه امام صادق هزینه چندانی ندارد، اما هزینه دارد. ما در برابر این هزینه فاصل پرداخت نمی‌کنیم. اگر ما پرداخت کنیم هزینه تعمیر خواهد شد. باز هماتی در حال زیاد کسی لازم نیست که بالاخره در این رابطه ما توضیح بدیم. باور کنید این مدرسه علمی شما نماد حیات دینی شما، نماد حیات دینی شما. انسان وقتی که زندگی باشد باید آثاری، علایمی، نشانه‌هایی
پرچمی علائم شناختی از زندگی یک انسان داشته باشد. یکی از نمود زندگی دینی شما همین مدرسه است، همین مدرسه علمی است که شما با کمال خلوص این مدرسه رو تأسیس کردید و تا هنوز هم مثلا فعال نگه داشتید. بارک الله، آفرین بر شما. خیلی کسانی است که از زحمات شما بیاد میخورم. من نمیخوام عرض کنم، مثلا خیلی کسانی است که از زحمات شما بیاد میخورم، ولی تلاش کنید ادامه بدید، تلاش کنید ادامه بدید. همین حوزه علمیه ولیعصر است که ما مسئله رو میشناسیم، مسئله شرعی خودمان رو میفهمیم. همین حوزه علمیه ولیعصر است که یک سری از مثلا فرض مسائل اعتقادی آشنایی پیدا میکنیم. همین مدرسه ولیعصر است که ما با بیان ائمه معصومین علیه السلام با معارف دل آشنا میشویم. امام باقر فرمود شبها او غیبا لم یجد علما صحیحا الا من عندنا اهل البیت. شما شرق و غرب عالم بروید، اونها حیوان تربیت کردن، گور تربیت، توجه راینا، اونها با علومی که در اختیار دارند. درست است که بالاخره درست است که به کراچ آسمانی سفر کردن، تا اون که در جان رسول کردن، در اعماق دل زمین راه افتادن، بسیاری از مشکلات مادر رو حل کردن، اما نتونستن انسان تربیت کنن. گور تربیت کردن، پلنگ تربیت کردن، درنده تربیت کردن، به جان مردم انداختن. شما مسئله فلسطین رو میدانید چی فاجعه خلق شده است؟ آیا در تاریخ یک چنین فاجعه‌ای را بعد از فاجعه کربلا سراغ داریم؟ نداریم عزیز. اینا نتیجه کار اونها. اما این مسئله، این مدرسه علمی است که انسان تربیت میکنند، انسان آزاده، عادل، رحیم، مهربان خلاصه این انسان دارد تربیت میکند. کسی را تربیت میکند که شایسته مقام طریقت الهی را داشته باشد. ولذا در فضیلت طلب این همین بس که پیامبر فرمود جلوس ساعت عند مذاکرة العلم احب الی الله من صیام الف لیلة مصلى. یک ساعت نشستن در اینجا پیامبر می‌فرماید برای من محبوب‌تر است از این که در اینجا بنشیند مذاکره علم را داشته باشد و سوی خدا محبوب است از قیام کردن 1000 شب که هر شب تا صبح نماز خوانده باشد. این فضیلت پس بنابراین عالی‌ترین ثمره فراگیری دانش چیست؟ بهتر بگیم. من این نکات را عرض می‌کنم. عالی‌ترین، پرارزش‌ترین، زیباترین ثمره علم و دانش که شما در اینجا می‌آموزید این است که برای انسان بصیرت می‌دهد. بصیرت یعنی چه؟ یعنی برای چشم دل انسان را باز می‌کند. انسان دو تا چشم دارد، یکی ظاهری یکی چشم دل انسان است. انسان با بینایی و بصیرت و آگاهی قلبی حق باطل را تشخیص می‌دهد. ولذا در روایت می‌خوان تفقهوا فی دین الله فإن العلم مفتاح البصیرة. تعلیم بصیرت است، تعلیم آگاهی. من یک نمونه عرض می‌کنم. سخن ما ممکن است دوباره شد. دختری میثم تمار در هنگام شهادت پدرش که به دار آویخته شده بود، توسط قداربند اموی به دار آویخته شده بود و داشت اعدامش می‌کردند. دختری میثم تمار پای شده دار خطاب با بابایش فرمود ما اشد جهادو، این جهادی تو این تلاشی تو خیلی سخت است. روی شده دار آخرین لحظات حیات. البته میثم تمار رو می‌بینید این مرد پاک و فداکار و پاسباخته امیر دلداده امیرالمؤمنین علیه السلام
در عین حال من بیاید لازم بیاید من از فضایل علی شما یادداشت بردارید. همین میثم تمام در جواب دختر چی میفرماید؟ سیأتی قوم بعدی، یک قوم بعد از من میاد و سائرهم فی دینهم، بصیرت‌های اونها در دین اونها افضل من جهادی، از این که من روی چوبه دارم اونها از من افضل است. میثم تمام شاید چند اولا یک بار دقیق توضیح نیست قبل از شهادت امام حسین علیه السلام بیدار کشیده شد، ولی حرف از چی بود؟ حرف از آنانی که در رکاب امام حسین علیه السلام آمده بود راه را گم نکرده بود تا باخته در مسیر امام حسین و در مسیر هدف امام حسین به شهادت رسید. یک وقت کردن که یکی از افراد در شب عاشورا بود شروع کردن به شوخی کردن، فلان اشتی با این پیرمردی با این شوخی میکنیم شب عاشورا شب شوخی کردن است. گفت خیر کسی یاد ندارد که من در عمر با کسی شوخی کرده باشم و این امروز چون راه برای من میشد، مقامی که امام حسین در اونجا برای من نشان داده است مشخص است. ما باید شوخی کنم، اگر 1000 مرتبه کشته شوم زنده شوم هیچ باقی ندارم. این در اثر بس این گونه برای ما دارد تصویرات